در قلب سوئیس، جایی که فرهنگ‌ها به هم می‌رسند، بازار نوروزی ایرانیان فضای پر از رنگ، عطر و صمیمیت را به نمایش گذاشته است، جایی که سنت‌های کهن با زندگی امروز پیوند می‌خورند. بازدیدکنندگان از کشورهای مختلف از جمله شهروندان سوئیس با کنجکاوی به این بازار آمدند تا با فرهنگ نوروز و میراث ایرانی و فارسی زبانان بیشتر آشنا شوند. یکی از بازدیدکنندگان با اشاره به تنوع، مهربانی مردم و غذاهای خوشمزه این تجربه را شگفت انگیز توصیف می کند و آرزو دارد روزی بتواند به کشورهای فارسی زبان سفر کند. Ich komme von Oster und wollte einmal etwas von der persischen Kultur kennenlernen und habe nun diesen Basar besucht und bin sehr überrascht über die Vielfalt, über das Essen, über wie nett die Leute sind. Ich bin 83 und bedauere das. Ich möchte einmal auf Persien reisen können und hoffe, dass es wieder eine bessere Zeit gibt, in der man auch reisen kann und es allen gut geht, allen Völkern. Etwas gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich informiert und sie haben mir geholfen. Ich habe prima vegetarisch gegessen. برگزار کنندگان این بازار نیز با وجود چالش‌ها تلاش کردند تا فرهنگ 3500 ساله نوروز را حفظ کرده و امکان دسترسی آسان‌تر به محصولات و سنت‌های ایرانی را برای هموطنانشان فراهم کنند. به گفته رویا سپهری، غذا می‌تواند زبانی مشترک باشد که مردم را به هم نزدیک‌تر می‌کند. من هم به همراه همسرم جزو برگزار کننده های این بازار هستیم. خب می‌دونین ارگانیزاسیونش یه مقداری سخت هست برای اینکه محصولات الان تو این شرایط به سختی به دست ما میرسه و هدف ما اینه که اولا که اون کلتور خودمون رو حفظ کنیم، فرهنگ 3500 ساله خودمون رو حفظ کنیم برای این مسئله و همین که شهروندان ما بتونن خیلی راحت به محصولات دسترسی پیدا بکنن. ملیت‌های مختلفی اومدن امروز اینجا، از سوئیسی‌های عزیز، از آلمان و همینطور از کانتون‌های مختلف امروز اینجا حضور داشتن. من به اتفاق همسرم در قسمت خشکبار و آجیل و همینطور وسایل حفظ سین و هر چیزی که نیاز هست تو این قسمت سعی کردیم برای مردممون فراهم بکنیم. اینکه در کنار هم هستیم، حالا شاید خیلی شاد نباشیم ولی در کنار هم هستیم، این خیلی بهمون قوت قلب میده. یکی از برگزار کنندگان با سابقه این بازار با اشاره به 18 سال تجربه از همدلی با مردم ایران در شرایط دشوار امروز سخن میگوید. علی قربانی برگزار کننده بازار نوروزی تاکید می کند که نوروز علیرغم با همه سختی ها همچنان نماد امید و همبستگی باقی مانده است. اولا که درود میفرستم به تمام هموطنان عزیزم که در این روزهای خیلی خیلی سخت ما هم همدرد و همپای اونا هستیم. امیدوارم که روح همه جاویدانمان شاد و خرسند باشه. ما این بازار رو حدود 18 سال داریم انجام میدیم. تو این 18 سال در مناطق مختلف سوئیس ما میتونیم این بازار رو ادامه دادیم. تفاوت آنچنانی رو من نمیبینم. اینجا هم هموطنان هم هستن و گفتم خدمتتون استقبال خوبی دارن میکنن. در این 16 سال ما کلاً با خیلی از مسائل مثبت با هموطنان روبرو بودیم و ما از همهشون سپاسگزاریم که ما رو همیاری میکنن. این نوروز نسبت به نوروز ما یه در غممون زیاده و دردمون همپایه و همدرد ملتمون هستیم. امیدوارم که آخرت خوبی داشته باشیم. در این میان برخی از شرکت کنندگان با هدف تبادل فرهنگی و معرفی هنر و آثار خود در این بازار حضور دارند. آنها تلاش می کنند تا از طریق هنر و تعامل پل میان فرهنگ ها ایجاد کنند و نشان دهند که در این کشور تنها نیستند. من بچه دورگه هستم. پدر من ایرانی شمالی هست و وقتی که اومدم ایران و یه دفعه اول بهار بود و یاد گرفتم، به من یاد دادن که نوروز یه عید خیلی باستانیه و خیلی قدیمیه و من کشوری که قبلا بودم آفریقا بود، ما بهار نداشتیم و چیزی که آوردم امروز نقاشیه
خواستم که یه جورایی یادآوری دوره قدیمی باشه، چون عید نوروز از باستان اومده و اون رنگی انتخاب کردم که طلایی هست، چون برای ما ایرانیان اون دوره زیبا، طلایی و پر افتخاره. Meine Frau ist Iranerin und sie möchte gerne ihre Bilder, die sie gemalt hat, verkaufen. Aber es ist auch ein kultureller Austausch zwischen all den anderen Iranern, um auch Kontakte zu knüpfen, damit man sieht, man ist nicht alleine in diesem Land. Das Essen ist einfach fantastisch. Wir lieben persisches Essen. Und wir denken, dass wenn sich das System ändert im Iran, dass es dann für die Leute einfacher wird, wenn man die Meinung sagen kann, ohne dass man in einem Gefängnis verschwindet oder ermordet wird. غذا یکی از مهمترین بخش‌های این رویداد است، جایی که طعم‌های سنتی ایرانی و افغانی مانند جوجه کباب، کوبیده و باقلی پلو با ماهیچه نگاه و ذائقه مهمانان را به خود جلب کردند. داوود اکبری با آماده‌سازی انواع کباب و غذاهای متنوع سهم مهمی در این بازار دارد. به گفته او، حضور ملیت‌های مختلف از کشورهای گوناگون نشان دهنده اهمیت این رویداد به عنوان یک پل فرهنگی است. امروز ما جوجه کباب داشتیم، کوبیده داشتیم، باقلی پلو با ماهیچه داشتیم. این غذاهایی که ما آورده بودیم تا حالا که خوبم استقبال شده، فضل خدا همه همزبانا همکاری کردم، ما رو یاری کردن، تشریف آوردن. ما 150 پرس جوجه آماده کرده بودیم، 150 پرس بلگ آماده کرده بودیم، دیگه 600 پرس هم کوبیده. کیترینگ زیتون هستیم و بعد به مراسم‌های بزرگ غذا درست میکنیم، عروسی‌ها باشه، جشن تولدها باشه، غذا درست میکنیم، میبریم سلف سرویس براشون غذا میدیم. در کنار اینها فعالان حوزه غذا با ارائه غذاهای سنتی تلاش می‌کنند تجربه‌ای از طعم‌های اصیل را به بازدیدکنندگان ارائه دهند. شبنم شبانی، بانویی که در اینجا برای بازدیدکنندگان دلمه، آش رشته و بامیه تهیه کرده است، میگوید برگزاری چنین بازارهایی باعث می شود مردم بیشتر با فرهنگ و طعم غذاهایشان آشنا شوند. بازار نوروزی ایرانیان هستش. من غذاهای سنتی ایران رو پختم. دلمه هستش، آش رشته، بامیه زلبیه و ترشیایی که خودم درست کردم. به نظر من غذا یک زبان مشترک هستش که میتونه مردم رو به همدیگه نزدیک کنه و فرهنگ‌ها بهتر شناخته بشه. من خوشحالم که اینجا هستم و تونستم فرهنگ خودمون رو با مردم مختلف از کشورهای مختلف که اومدن و مردم سوئیس به اشتراک بذارم. شرکت کنندگان نیز با حضور در این محفل حس دوری از وطن را کمتر احساس می کنند و نوروز را فرصتی برای دیدار دوباره با همزبانان و زنده کردن خاطرات می دانند. ما در بازار نوروزی هستیم، دیگه یک حس خیلی خوبی دارم. درست است که ما دور از وطن هستیم، منتها اما حس نوروزی امروز دوباره تازه شد. دیگه خوب است، هموطنای خود اینجا میبینیم، فارسی زبان‌ها از کشورهای مختلف هستند اینجا. از نظر ما کردان نوروز یکی از روزهای خیلی با ارزش، روز کلتوریه و اینکه حس و حال خوبی به آدما میده، احساس میکنی که دوباره زنده میشیم. ولی متاسفانه به خاطر شرایطی که الان تو ایران پیش اومده یه ذره حال و هوا عوض‌تر شده، یه ذره وقتها خیلی قشنگتر نیست، ولی دوباره ما سعی میکنیم قشنگی و معنی خودش رو پیدا کنه.
گفتنی است که در این بازار نه تنها محلی برای خرید و فروش بلکه فضایی برای همدلی، تبادل فرهنگی و زنده نگه داشتن امید است، جایی که نوروز فراتر از مرزها پیام صلح، دوستی و زندگی را به همراه دارد.